بچه‌ها سلام، امیدوارم مثل همیشه عالی باشین. امروز با هم دیگه می‌خوایم زنجیر چرخ پراید رو ببندیم. این زنجیر چرخ باید کاملا و به صورت منظم پهن بشه روی زمین. یه سری قفل‌هایی داره این سمت. این قفل‌ها باید به سمت حاشیه بیرونی لاستیک قرار بگیرن. و اینکه این زنجیرها همونطور که می‌بینید این سمتشون یه حالت برجسته دارن و مثل ال انگلیسیه. اینا باید به سمت زمین پهن بشن. اینجوری میبینید این طرفش صافه ولی اون طرف این برجستگی ها رو داره، باید به سمت زمین باشن اینا. این یکی هم همونطور که میبینید این قفلا به سمت حاشیه بیرونی لاستیکه. خب بچه ها الان میخوایم ماشین رو بیاریم جلو. باید به اندازه وسط یه خونه عقب‌تر بیاریم ماشین رو جلوتر. اینجوری توی مراحل بعدی خیلی راحت‌تر خواهیم بود. خب این 9 تا خونه داریم. بین هر زنجیر رو یه خونه حساب میکنیم. 9 تا خونه داریم. 4میش ما ماشین رو میاریم جلو. خب من الان ماشین رو آوردم جلو. همونطور که میبینید از وسط یه خونه عقب‌تره. با دست راستم این حلقه رو با این حلقه میگیرم میارم جوری که میپوشونمش روی تایر. ببینید تا کجا اومد. به خاطر همین گفتم خونه 4می تایر رو قرار بدین که راحت تر باشین. الان دیگه راحتین چون خودش وای میسته. اگه اون وسط نگه میداشتین بعد این میومد هی میافتاد. خب با دست چپم الان اون حلقه داخلی رو میگیرم و میارم تا به این وصلش. این حلقه رو باید به این نصب کنیم ولی به این یکی نه، باید به 3می نصب کنیم. یه حلقه 2 حلقه به 3می. خب من اومدم داخلیه رو به 5می بستم، این یکی هم به 5می بستم. حالا شما یه بار که با زنجیر چرخ خودتون امتحان کنید متوجه میشین که با حلقه چندمی ببندید. 1 2 3 4 5. خب وقتی میخواین این حلقه آخری رو ببندید اینجا سعی کنید که اینو بذارید سمت بیرون تایر، بعد اینو ببندید که این رو به بیرون باشه که به تایر فشار نیاره. اینجوری نباشه که این داخل باشه بعد اینو ببندید که این بعد که اینجوری بسته میشه صفر میشه این فشار بیاره به تایر. اینجوری فشار نیاره به تایر. اینو بیارید به سمت بیرون این حلقه رو، بعد اینو ببندید. پس اونو 5 بستم اینم 5، حالا صفر میکنم. ببینید چه قشنگ صفر میشه. الان ببینید کاملا فیت صفر شد. الان راحت باش میتونید برین تو دل برفا. کاملا سفته. زنجیر چرخی که من دارم این یکی بلندتر از اون طرفیه. وقتی اون یکی رو بستم اون یکی رو داخلش رو 3 بستم بیرونش رو 2. این یکی رو 2 تاشو چه داخلش و چه بیرونش رو 5 بستم. و خودتون یه بار که امتحان بکنین متوجه میشین که چه سایزی ببندین که دیگه موقعی که توی برف میخواین توی جاده ببندین بدونین که خیلی سریع همون
عددی که از قبل بستین رو روی زنجیر چرختون ببندید. حالا نکته‌ای که باید رعایت کنیم اینجاست. اینی که میبینید الان اینجا وله. خب همونطور این داخلی هم وله. حالا من پیش خودم گفتم بهتر اینو بند بیام با یه بندی اینجا ببندم به خود زنجیر چرخ، خب که این ول نباشه. گفتم 1% احتمالش هست که این به اون داخل، به اون میله ها یا سیما یه لحظه گیر کنه بهشون یا بپیچه دورشون. میام با یه بند اینو میبندم به زنجیر چرخ که این ول نباشه. خب همونطور که میبینید اون قسمتی که ول بود و من اومدم با این نخ خیلی راحت و آسون بستم به اینجا که این دیگه ول نباشه، خیالم راحت باشه، اون مخصوصا اون داخلیش. همونطور که میبینید این برجستگیایی که گفتم رو به بیرونه، رو به بیرون اینجا که وقتی میاد روی زمین رو به زمین باشه، رو به تایر نباشه. اینم از زنجیر چرخ. به به، من واقعا لذت میبرم از زنجیر چرخ. تا ویدیو بعدی مراقب خودتون باشین، شاد و سلامت و خوشحال باشین.